داستان زندگی انسان‌ها یک داستان در مورد پیشرفت و تکنولوژیه. یکی از اجداد ما آتش رو کشف کرد و به نسل بعدی یاد داد چطور این کار رو انجام بدن. بعد از اون چرخ اختراع شد و بعدش کشاورزی. بعد از اون سیستم‌های نوشتاری ساخته شدن و ریاضیات کشف شد و در آخر هم سفرهای فضایی. در داستان زندگی ما امپراتوری‌ها به وجود اومدن و از بین رفتن و انسان به نوآوری و پیشرفت ادامه داد و تمام اختراعات جدید به خاطر اختراعات قدیمی تر شکل گرفتن. برای مثال بدون استخراج آهن هیچ وقت نمیشد گاوآهن رو ساخت و هیچ وقت نمیشد لامپ و گوشی هوشمند و لپتاپ داشت اگر الکتریسیته کشف نمیشد. اما بعضی اوقات اشیایی پیدا میشن که در زمان و مکان درست خودشون نیستن و هیچ توضیحی براشون وجود نداره. مثل کامپیوتری که کاوشگران در کشتی رومی که 2000 سال پیش غرق شده بود پیدا کردند و نیروگاهی که در غاری با قدمت 100,000 سال پیدا شد. این اشیا در زمان اشتباهی نسبت به فناوری زمانه خودشون قرار دارن. وجود این اشیا چرخه پیشرفت انسان رو نقض میکنه. اما اگر انسان‌ها این اشیا رو نساختن، پس چه کسی ساخته؟ برای دیدن این اشیا تا آخر این ویدیو همراه کانال باور نکردنی باشید. قبل از تماشای این ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن این ویدیو از کانال باور نکردنی حمایت کنید. در سال 1962 مقاله‌ای در مورد یک تیم باستانشناسی که کوههای تبت را کاوش می‌کردند منتشر شد. این تیم باستانشناسی تعداد 716 دیسک گرانیتی را کشف کردند که حروف خاصی روشون حکاکی شده بود. قدمت این سنگ‌ها به حدود 12,000 سال قبل برمیگشت. طبق آزمایش‌هایی که روی این دیسک‌ها انجام دادند، مشخص شد که درصد بالایی از کوبالت و دیگر فلزهای سنگین توی این دیسک‌ها وجود داره. تراشیدن این دیسک‌های گرانیتی که درصد بالایی از فلزات سنگین درونشون وجود داره، در 12,000 سال قبل کار غیر ممکنیه. آزمایش‌ها نشون دادن که قبلاً در این دیسک‌ها جریان برق وجود داشته و شارژ شدن و احتمالاً به عنوان باتری استفاده می‌شدن. در سال 1900 در سواحل یک جزیره کوچک نزدیک به یونان چند تا از مردان که برای جمع کردن اسفنج‌های دریایی به ساحل رفته بودند در عمق 45 متری یک کشتی رومی باستانی را پیدا کردند. کشتی پر از اشیاء باستانی مثل سکه و کوزه و مجسمه بود. در بین چیزهایی که به ساحل آوردن یک قطعه سنگین که از چوب و مس ساخته شده بود وجود داشت. این قطعه سنگین همراه بقیه اشیا به موزه برده شد، ولی چون که شبیه چیز مهمی نبود کسی بهش توجه نمی کرد و گذاشتنش توی یک قسمت از موزه که رفت و آمد کمی داشت تا حدود 50 سال بعد. اما در سال 1951 یکی از دانشمندا که داشت روی ساعت‌های باستانی تحقیق می‌کرد شنید که همچین شیئی وجود داره. این دانشمند 23 سال مشغول رمزگشایی از این شیء شد و در نهایت توی سال 1974 تونست به کمک یک فیزیکدان هسته‌ای و به وسیله اشعه ایکس و اشعه گاما تمام قسمت‌های سنگ رو مورد بررسی قرار بده. عکس برداری چرخدنده‌های مسی رو نشون میداد که همشون منتهی می‌شدن به مرکز. محققان هنوز کاربرد دقیق این شیء باستانی رو نمی‌دونن و در مورد کاربردش با همدیگه اختلاف نظر دارن، ولی همشون مطمئن هستن که این تکنولوژی حداقل 1700 سال زودتر از زمانی که باید در اختیار رومی‌ها بوده. یک باستانشناس چینی در سال 1996 در کوه بایگانگ که شباهت زیادی به یک هرم داره، غاری رو پیدا کرد که داخلش پر از تکه‌های آهن بود. در کنار تکه‌های آهن سنگ‌های عجیبی وجود داشتند که ایستاده بودند، ولی عجیبتر از همه اینها لوله‌های آهنی بودند که به کوه می‌رفتند. طبق تحقیقات باستانشناسان این غار به صورت طبیعی به وجود نیامده و توسط ابزار تراشیده شده. قدمت این لوله‌های آهنی به بیشتر از 150,000 سال قبل برمیگرده. طبق فرضیه باستانشناسان از این خطوط لوله برای فرستادن آب به داخل کوه و خنک کردن استفاده می شده. محققین معتقد هستند که از این کوه هرم شکل به عنوان یک نیروگاه انرژی استفاده می شده. در قرن نهم میلادی در یک دشت سرسبز جایی در شمال انگلستان
یک جنگجوی وایکینگ در مقابل گارد زره‌پوش انگلستانی قرار گرفت. گاردهای زره‌پوش انگلستانی یک نیروی حرفه‌ای به شمار می‌رفتند و نسبت به وایکینگ هایی که زره چرمی می‌پوشیدند برتری داشتند. گاردهای انگلستانی زره و سپر استیل داشتند و از شمشیرهای بزرگ استفاده می‌کردند. ولی وایکینگ ها سپرهای چوبی و شمشیرهای کوچک داشتند. گارد انگلستانی با اعتماد به نفس به طرف وایکینگ حمله ور شد و شمشیر خودش رو به حرکت درآورد و وایکینگ با شمشیر کوچک خودش شروع به دفاع کرد. گارد انگلستانی چند قدم به عقب برگشت و تعجب کرده بود. معمولاً شمشیرهای وایکینگ ها با چند ضربه محکم استیل انگلیسی تکه تکه می شدن. ولی این شمشیر فرق داشت. حالا ورق برگشته بود. جنگجوی وایکینگ به سمت گارد حمله ور شد و با یک حرکت شمشیرش وارد زره استیل گارد انگلیسی شد. گارد روی زانوهاش افتاد و به شمشیر جادویی وایکینگ نگاه می‌کرد. اون در نفس‌های آخرش نوشته‌ای رو روی شمشیر دید. اسمی روی شمشیر نوشته شده بود که قبلاً شنیده بودش و بعد از اون همه چیز تاریک شد. این شمشیرها که در قرن نهم استفاده می شدن ظاهری بسیار عادی داشتند ولی بسیار محکم بودند. اسم این شمشیرها اولفبرت هست و در روایات نویسندگان تاریخ لقب فناناپذیر به این شمشیر داده شده. شمشیرهای اولفبرت نسبت به زمان خودشون خیلی پیشرفته بودند. در حال حاضر فقط 170 عدد از این شمشیرها باقی مونده. روند ساخت شمشیر در قرن نهم میلادی کار ساده‌ای نبوده. برای ساختن یک شمشیر نیاز بوده که آهن رو با زغال توی کوره ذوب کنن تا تبدیل به استیل بشه. این کربن موجود توی زغال هست که باعث میشه شمشیر استیل ساخته بشه. وقتی که آهن به اندازه کافی داغ شد، اونقدر اون رو با چکش میکوبن تا ناخالصی‌هاش ازش جدا بشن. این پروسه چندین بار تکرار میشده. دانشمندان امروزه روی این شمشیرها آزمایش‌هایی انجام دادن و متوجه شدن که هیچ ناخالصی توی این شمشیرها وجود نداره. میزان کربنی که روی تیغه استیل این شمشیرها قرار داره 3 برابر شمشیرهای همدوره خودش بوده. برای ساختن همچین شمشیری با خلوص بالا، آهن باید به شکل مایع در می اومده تا کربن کاملاً باهاش ترکیب بشه و این تکنولوژیه که چند صد سال از زمان خودش جلوتر بوده. 30 سال قبل معدنچیان در کشور آفریقای جنوبی یک سری گویهای فلزی پیدا کردند. از این گویهای فلزی 2 نمونه وجود داره. یک نمونه از فلز آبی رنگی ساخته شده که رگه های سفید داره و نمونه دیگر توخالی که با یک ماده اسفنجی پر شده که بعد از تماس با هوا این ماده تبدیل به پودر میشه. طبق تحقیقات انجام شده بر روی این گویها قدمتشون به حدود 3 میلیارد سال قبل برمیگرده و این حقیقت باعث تعجب دانشمندان شده. به خاطر اینکه به نظر دانشمندان این شیارها که دور تا دور گویها قرار دارن بر اثر فرایند قالبگیری شکل گرفتن. جالب اینجاست که قدمت حضور انسان بر روی کره زمین 2 میلیون سال تخمین زده شده و ما امروزه هیچ اطلاعاتی در خصوص این که چه کسی این گویها رو با چه هدفی ساخته نداریم. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه کانال باور نکردنی بودین. نظرات خودتون رو در مورد این اشیاء باستانی که از زمان خودشون چندین سال جلوتر بودن رو در قسمت کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.